یک عیده از ما و شما باز انشالله به خاطر قربت خدا، به خاطر آن که پروردگار از ما خوشنود شود قربانی میکنیم. اگر چنده که طالی به همه نرسیده است، همه فضل ثواب قربانی را نمیدونن. اگر میدونستند در $400 $500 دسترخوانشون آرا و تارا نمیدادند، از پی قربانی کردن میافتیدند. چی بسا کسایی است دسترخوانشون میبینی $500-600 صرف کرده است، نمیدونم کیوی و اناناس چی خاک و بلاهای را در بالای دسترخوان گذاشتن، در صورتی که امکان قربانی کردن دارند و شریعت اسلام قربانی کردن در ذمه کسانی که نصاب دارند واجب گردانده است، از قربانی بیخبر و ناآگاه هستند. خداوند متعال در حدیث قدسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را از نام الله بزرگ به ما و شما روایت کرده است و امام مسلم با روایت در صحیح خود آن را از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نموده است. راوی حدیث قدسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره است. می فرماید یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته. ای بندگانی من، شما همه گمراهید. شما مغرور خود نشوید، مغرور شخصیت خود نباشید، همه تون گمراه هستید. الا من هدیته، مگر کسایی که من هدایت شو کردم. او کسایی که راه مسجد مییابند به هدایت خدا مییابند. او کسایی که به خاطر قربت خدا قربانی میکنند با هدایت خدا میکنند. او کسانی که نفس خود را از فسق فساد، از حرام باز میدارند، همه به هدایت خداست. یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدیکم. پس از من طلب هدایت کنید، از من هدایت خواهید تا من شما را مورد هدایت خود قرار دهم. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته. ای بندگان من، شما مغرور مال و ثروت نشید، شما همه گرسنه هستید، گرسنه اید، به یک تکنان زار هستید، مگر کسایی را که من طعام دادم، مگر کسایی را که من ثروت دادم، مگر کسایی را که من رزق و روزی دادم. پس باید ما و شما مغرور نشوه که من کارچلان هستم، علمم کلان است، مردم به من احتیاج دارن، از این خاطر صاحب ثروت بال شدم. نه، خدا به ما داده است کلکم جائع الا من اطعمته. همه شما گرسنه هستید، همه شما تشنه هستید، همه شما محتاج هستید، مگر کسایی که من طعام شو دادم. فاستطعمونی اطعمکم. پس از من طلب طعام کنید، از من طلب رزق روزی کنید، من به شما میرسونم. بارگاه خدا بسیار وسیع است، رحمت خدا بی نهایت است. درهای جنت وا باد امروز، از بیدماغی گفتیم فردا. خدای تعالی امروز در جنت برامون باز کرده است. امروز ملائکه مسلمانان را نامنویس کرده است کی به نماز آمده است کی نمی آید. همه این حسابات به نزد خدا می رود، عرض کرده می شود، خداوند می داند همه ای را. اما باز به خاطر امتحان، به خاطر سنجش، باز ملائکه ها می روند عرض میکنن فلان و فلان و فلان بنده های تر دیدیم همه کار و بار یکس گذاشته و به مسجد شتابان آمدن، از تر طلب رزق روزی میکنن. رزق روزی را از کار نمیدونن، از وظیفه و منصب نمیدونن، از بازار نمیدونن، بلکه از تو میدونن. میدونن که به هر کسی تر رزق روزی مهیا کنی هیچ کس مانعی او شده نمیتونن، و هر کسی را تو محروم گردانی از رزق روزی به هیچ وجه صورت صاحب نان صاحب مال نمیشوند. یا عبادی کلکم عار الا من کسوته. ای بندگانی من، شما همه برهنه هستید. وقتی شما از مادر تولد شده همین یک پرلته نداشته که لااقل شرمگاه تونه پوشاند، همه تو لچ برهنه هستید. الا من کسوته، مگر کسایی را که من لباس دادم، کسایی را که من
من جهاد ساختم، این لباسای زیبا و آزاده هست، همه رزق و روزی من است که به شما دادم. میگم فاستکسونی عکسکم، پس از من شما طلب لباس کنید، از من طلب زینت کنید تا من او زینت به شما برسانم. یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار، ای بندگان من شما شب و روز گناه میکنید. خدای تعالی ما را میگم شب و روز گناه میکنید. گناه نمیکنیم؟ سبحان الله، در یک روز یک کلاهتون قاضی کنه و حساب کنه، حداقل 1000 گناه از ما و شما صادر میشود. حداقل هر یک نظری حرام گناه است، هر یک سخن ناجا گناه است، شنیدن سخن ناجا گناه دیگر است. اگر دیگر گناه ها را بمونیم سر تا پا غرقه حتی در همین زنا هستیم. زنای چشم، زنای دست، زنای زبان، زنای گوش، زنای قلب. وقتی که قلبت مایل به یک زن بیگانه می شود، همین هم زنا از زنای قلب است. انکم تخطئون باللیل و النهار، فراموش نکنه که شما شب و روز گناه میکنید. و انا اغفر الذنوب جمیعا، و من ذاتی هستم میگه خداوند که تمام گناه ها را می آمرزم. آمرزنده گناه من هستم. من از او سودیه های شما و از پرکرارهای شما فرق میکنم. من رحمان هستم، رحیم هستم. انا اغفر الذنوب جمیعا، من همه گناهتون میبخشم. فاستغفرونی اغفر لکم، پس از من شما طلب مغفرت کنید تا من گناه شما را بیامرزم. مغفرت از من جویا باشید، از من که جستید من گناه شما را میامرزم. این رحمت خدا میگن هست. دریاهای فضلش، دریای فضل خدای تعالی همیشه در حرکت است. هست دریاهای فضلش بی‌دریغ، در بری آن جرمها چون اشک میخ. اگر خوب نگاه کنیم دقت بتیم، این گناههای میکنیم در نزد دریای فضل پروردگار مثل یک قطره شبنم در مقابل دریا است. اما افسوس و صد افسوس، چی بسا کسایی است که از خدا طلب هدایت نمیکنن، از خدا طلب رزق روزی نمیکنن، از خدا طلب مغفرت گناهان نمیکنن، در جهالت، در نادانی، به سجده الهی، به عبادت الهی، به توشه آخرت میگذرند، میروند، مال ثروت به بیگانگان مانده. زیاد است این طایفه مردم. پس این تأکیدایی که خدای تعالی میکرد به ما و شما از همین خاطر است که ها گمراه نشوید، هشتونه در سر تو بگیرید. دنیا گذرنده است. از من طلب که میکنید، طلب رزق روزی را از من کنید، طلب هدایت از من کنید، طلب مغفرت از من کنید. من او پروردگاری هستم که جمیع گناههای شما را می آمرزم و شما را به جوار رحمت خویش میسر میگردانم. امروز ما و شما از برای طلب رحمت و مغفرت خدا آمده ایم. ما و شما منتظر ایستاده ایم که انشاءالله نماز عید اجرا کنیم، بندگی خدا یک بار دیگر در نزد خداوند ثابت سازیم. شهادت بندگی ما و شما است این نمازی که الحال ادا میکنیم. بعدا به خانه ها رفته و کسایی که امکان دارند، قدرت دارند، قربانی را کرده و به خدای بزرگ قربت می جوییم. امروز چنین یک روزی بزرگ است، چنین یک روزی سعید با سعادت است. پس خدای بزرگ میگه که رزق روزی را از من طلب کنید. رزق روزی رسان من هستم. ما و شما بنده های خدا هستیم. کسایی را که ثروت دارند خدا ثروت شده است. از همین خاطر از بس که خدای بزرگ مهربان است، رحیم است، غفار است، ستار است، رحیم ها را دوست می دارد، غمخوار ها را دوست می دارد. کسایی را که دستی وسیع دارند خداوند دوستشون می دارد. کسایی را که در این روزی سعید یک همسایه کمبغلشون کمک میکنن، یک خیش تباری کمبغلشون کمک میکنن، خداوند دوستشون میدارد. زیرا این عمل خودی پروردگار است، بخشایندگی صفت خداست. وقتی که بنده با سخاوت شود پس تقلیدی به صفت خدا میکند. از این خاطر خداوند او را دوست میدارد و نسبت او مهربانی ظاهر میکند. امروز روزی بذل است، امروز روزی خیر است، روزی از او روزایی است که
باید بنده های مؤمن با سعی تلاش کوشش کنند که در خیر، در احسان از همدیگر سبقت کنند، از همدیگر پیش دستی کنند. واقعا وقتی که ما خیر احسان میکنیم، وقتی که به یک رسنه طعام مراعات میکنیم، خداوند متعال این را همچون مراعات طعام به خودش قبول میکنه. شما میدونه که وقتی که یک کاسه طعام در نزد یک شخصی گرسنه میمونی، گویا که تو خدا را ضیافت کرده باشی. خدای بی نیازی را که احتیاج به چیزی ندارد، همین را همچون ضیافت خود میپذیرفته است. وقتی که ما یک بیماری را میریم عیادت میکنیم، بعد نماز برآمدیم، بعضی برادرای مسلمان هستند که بیمار هستند، قدرت امکان آمدن و شرکت کردن در نماز ندارند، در این خرسندی را ما که به عیادتش میرویم گویا به عیادت خدا رفته ایم. خدا همین خیلی قبولش میکنه. حدیث قدسی است، امام مسلم روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یقول الله تبارک و تعالی، خداوندی بزرگ، خداوندی تبارک و تعالی میگوید فردا روز قیامت، یا ابن آدم، ای فرزندی آدم، میگفت از خدای تعالی، من بیمار شدم تو به عیادت من نآمدی. انسان در تعجب میزنه، پروردگار میگه آخه این عقل این را قبول نمیکنه، چه خیلی تو بیمار میشه، آفرنده کل همه، آخه این چی است که تو بیماری را به خودت نسبت میدی؟ حضرت خداوندی میگه ای بنده، فلان رفیقت بیمار بود، فلان همسایه‌ت بیمار بود، محتاج بود که یک برادر از درش بدرویه و عیادتش کنه، یک چند سخن به او را بدل کند، تو به عیادتش نرفتی. اگر به عیادت همو بیمار میرفتی، رحمتی مرو، مغفرتی مرو در همونجا در میافتی، گویا که تو به عیادت من می اومدی. بعدم باز مراجعت میکند، ای بنده من گرسنه بودم، از تو طعام خواستم، تو به من طعام ندادی. بنده باز در تعجب میزند که پروردگارا این چی سخن است تو میگویی؟ چه خیلی طعام، تو پروردگاری صمد، تو چه خیلی احتیاج به طعام داری. و ما هم طعام خوره که ابتدا داریم انتها داریم، ذاتی تو احتیاج به چیزی نداره. کدام طعام و چی نوع گرسنگی؟ من سر در نمیارم که صحبت در چی موضوع است. حضرت خداوندی در جوابش میگه استطعمک عبد فلان، فلان بنده من از تو طلب طعام کرده بود، فلم تطعمه، اما تو طعامش ندادی. بیچاره محتاج بود نزدت اومد، گفت 20 سومانی قرض فلان کار ما مشکلی ما حل کردم، حتی تو قرضش ندادی، از خوف اون که مبادا همین قرض آورده و نتا. اما علمت انک لو اطعمته لوجدت ذلك عنده، تو مگر نمیدونی که اگر همو بنده را طعام میدادی، شکم همو گرسنه را سیر میکردی، همو شخصی که نزدت اومده است، بگذار جوگی هم باشد آخی، مادام که به گدایی اومده است گردن کج میکند، لااقل یک نیمی کلچه را براش ایثار میکردی، همو را در نزد من میافتی. من او را مثل انم ضیافت خود میپذیرفتم است. باز مراجعت میکند که بیایید مرحمت کنید، پیش بیایید. همینجا جمعونه مهمانو میوین، امروز انشالله روزی سعیدی، عید اضحی است، مهمانو میوین برای تبریکات و تهنیات ما، کدومشون خیر مقدم میگویم مرحمت بشید. ای بنده من میگوید من تشنه بودم، تو به من آب ندادی، یک قطره آب از من دریغ داشتی. بنده باز به تعجب و تحیر میگه پروردگارا آخه تو کجا و تشنگی کجا؟ ذاتی بینیازی تو احتیاج به طعام و شراب ندارد. این چه حرف است؟ من حیران شدم از حروف تو پروردگارا. در جواب خدای بزرگ میگه استسقاک عبد فلان، فلان بنده من از تو آب پرسید، تشنه بود از تو آب پرسید، اما تو یک قطره آب، یک کاسه آب از او دریغ داشتی. آیا نمیدانی که اگر هم بنده من را سیراب میکردی، امروز در این صحرای
محشر که از شدت تشنگی زبان مردم از حلقومشو میبروید، در آب و عرق خود غوطور میشوند، احتیاج به یک قطره آب دارند. من ترا سیراب میکردم، از حوض کوثر آبت میدادم که تا وقتی ورود شدن به جنت المأوا تو دیگر احساس تشنگی نمیکردی، احساس گرسنگی نمیکردی. ببینید وقتی که ما یک خیر احسان میکنیم در حق یک برادر مؤمن، خداوند آن را همچون خیر احسان نسبت خود میپذیرد. وقتی ما دستگیری یک محتاج بیچاره را میکنیم، خداوند این را همچون کمک خود میپذیرد، همچون قرض خود میپذیرد و خود به عهده گرفته است که پاداش این را من به بنده میدهم. از همون خاطر انشاءالله برادرای عزیز، امروز و روزهای بعدی، یعنی 3 روزه که ایام تشریق هستند، روزی 11 12 13 ذوالحجه تا نماز عصر روزهای عید مسلمان ها هستند. هر کسی تا این روز دستگیر کرد، یک کمبغل را، یک فقیر را هدیه داد، تحفه داد، خوش به حالش، زیرا که اورم از برای این روز شریف سعید آمادگی گرفته است. اما هر کسی دستگیر نکرد دیر نشد است برادرای عزیز. ولی ایام تشریق امروز است، فردای دیگرش و نهایت روز 13 ذوالحجه تا نماز عصر. از همین خاطر است که تا همون روز 13 ذوالحجه نماز عصر، بعد هر نماز فرضی ما تکبیر تشریق میگوییم. اصلا مقصد از تشریق چی است؟ تشریق چی معنی دارد؟ تشریق کلمه عربی است، یک مصدر است به معنای خشک کردن گوشت، خشک کردن، ذخیره کردن گوشت. در همین روزها مردم به همدیگر خیر احسان میکنن، مردم قربانی ها میکنن و همون گوشتی را که مانده است زمان پیش از کجا یخدان ها بود؟ نبود. گوشت اگر خشک نمیکردن گوشت ویران میشد، پس همون را تلیم بریده و در آفتاب خشکش میکردن که ویران نشود. از همین ایام تشریقی که میگن همین است. و تکبیر تشریقی که الحمدلله ما الحال بعد نمازی بامداد انجام دادیم و بعدی هر نمازی فرضی، در آخر هر نمازی فرضی ما و شما در مساجد تکبیر تشریق میگوییم: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. به همین خاطر است اصلا بذل کردن، خیر احسان کردن عمل صالحای ملت است، عمل بزرگان است. هر کس خیر کرد به فایده و منفعت خودش میکند. در اخبار صحیحه اومده است خداوند متعال هم در این دنیا برکات بر او نازل میگرداند، مال و ثروت زیاد میگرداند و هم فردا روز قیامت در عوض خیر کرده است چنان پاداش میگیرد که نه چشم دیده است، نه گوش شنیده است و نه در گوشه خاطر کسی خطور کرده است. ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا. حدیث بخاری و مسلم است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بشارت میدهد هیچ روزی نیست که به امر پروردگار 2 ملائکه از آسمان نزول نکنند. اینا نوبتدار هستند، یک شبانه روز نوبتدار هستند تا صبح دیگر. و دعای اینا چی است؟ ذکر اینا چی است؟ یک نفرش همیشه دعا میکند پروردگارا به منفق خلف ده، پروردگارا به شخصای صالحی که خیرات و احسانات میکنن، به مستمندان، به کمبیزاعتان کمک میرسانن، به اینها خلف ده، در همین دنیا مال و ثروتشون بیشتر از زایی‌تر گردان. و دومش همیشه دعا میکند پروردگارا به ممسک، به شخصی بخیل، به شخصی که یک تکنان از همسایش دریغ میدارد، ثروتی را که خدا داده است حق خدا را از او جدا نمیکند، زکات مال نمیپردازد، فقیران یتیمان دستگیری نمیکند، در مالش تلف ده، زیرا که خلف دهنده هم تو هستی و تلف دهنده هم تو هستی. پس امروز روز خیر است، روز احسان است. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزید در بیابان دهد باز. تو خیر نیکی را کن در دریای دجله اندازش،
انشالله پروردگار بزرگ در بیابان همون نیکی و خیر کردی به تو میرساند، از جاهای خیر احسانت میرساند که در حساب نیست، در اندیشش نیستی. امام غزالی در احیاء العلوم قصه میکند از شیخ مدائینی که بار در موسم حج همیشه شب و روزها بوده است. مسلمانان از مدینه به سوی مکه به خاطر زیارت خانه خدا رهسپار میشوند. این در عصر صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقع شد. از جمله امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما همراه پسر عمکشون عبدالله ابن جعفر در راه می آیند. از بس که اسب داشتن، اسبای بادپا بود، کاروان که آهسته می رود. اینا جوان بودن، خوناشو در جوش، اسبهاشون هم بسیار اسبای سواری خوب، اندکی با سرعتر می روند، از کاروان دور می افتند. دیگر کاروان به چشم رس در هیچ جا در نمی یابند. طعام و نوشابه همه در داخل در کاروان است، در بالای شترها، همراهشو چیزی ندارند. وقتی که تشنه میمونند، گرسنه میمونند، وضعشو بسیار ناگوار میگردد. در او بیابانه که در فاصله هزارها کیلومتر یگان آبادی نیست، خدا نکند که انسان در مخمسه افتد، بسیار وضعیت مشکل است. پس ناخواست چشمشون به یک خیمه می افتد، میگن انشالله اینجا آبادانی بوده است. می آیند داخل خیمه می شوند، یک کمپیرک نشسته است، یک کمپیرک عرب، در دستش دوک رشته می ریسه. گفتن مادر ما مسافر هستیم، تشنه موندیم، یگان نوشابه نداری که ما را ضیافت کنی. گفت یک لحظه صبر کنید. یک گوسفندک در همون داخل خیمه بسته شده بود است. گوسفند جوشید، اندک با آب آمیخته کرد، آورد داد چون که نوش جان کنند. اگه آب خوردن تشنگی را وقتی شکستن، بعد گرسنگی ظاهر شدن میگیرد، گرسنگی بالای انسان مستولی شدن میگیرد. جوان سالم گفتن مادر گرسنه موندیم، یگان طعام نداری بیاریمون. گفت غیر همین گوسفند چیزی ندارم. اینا کارت بگیرید، شما جوان هستید، گوسفند بکشه پوست کنه بیاره، انشالله من طعام براتون درست میکنم، استعمال کنه. این واقعه تاریخی است. پس گوسفند خستن، کشتن، پوست کردن، در دیگ انداختن. کمپیرک براشون طعام درست کرد، طعام نوش جان کردن. او یک گوسفند خورد، برای این سه جوان مرد هم یک نان چا شوشید. بعد خستند عرض سپاس کردن، گفتن مادر اگر ما بودا گذرت به مدینه افتید، ما از قریشیم. نگفتن ما کی هستیم، گفتن ما از قریشیم. اگر انشالله نظم بیای، خیلی انشالله اجر ثواب میگیری و انشالله مزد و مینه‌داری ما هم خواهی دید. بعدا به حج رفتن. از بین چندین مدت گذشت. در این بین شوهر کمپیر وقتی میآید میبینم گوسفند نیست. گفت گوسفند کو؟ کمپیره گفت در همه عرفه عید شریف اضحی 3 نفر مهمان اومدن، بسیار شخصای شریف از سعید از قریش بدین. در خونه دیگه یگون چیزی نبود که ضیافت چون کنم، گوسفند کشتم و همه را ضیافت دادم. گفت ای کمپیره که پلید، تو دیوانه ای چی؟ من در دولتی سرم هم یک گوسفند داشتم، ای سرت مانا از همون مال و ثروت محروم شدم به همه دید قریشی. تو چند مدت زندگی کردن، دیگر سالی قحطی به دست، بیچاره احوالشو تنگ شد، چیزی ندارن که روز بگذرونن. چال کمپیر فرزند هم نداشتین. از روی زورآمد به شهر کلان نزدیک شدن به مدینه و از صحرا سرگین میغن داشتند، می آوردند همچون علاوی، همچون سختار می فروختند. یک روز همون کمپیرک در پشت سرگین خلطه سرگین گرفته است، در کوچه های مدینه میگشت. امام حسن قضای الهی در نزد خونش نشستگی، در نزد در خونش نخواست کمپیرک هم میبینم میشناسه. اومد سلامش داد، مادر جان مرا شناختی؟ گفت نه بچم. گفت من همون مهمان قرشی تا هستم، یاد داری؟ گفت خدا نگهبانت شود. گفت چی واقعه شد که در مدینه ترا میبینم؟ گفت فرزند جان روزگار سخت آمد، دیگر علاج نیافتیم، برای قوت لایموت در مدینه سرگین فروشی میکردیم. امام حسن 1000 دینار و 1000 گوسفند براش هدیه کرد. یعنی تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزی در بیابان دهد باز. بعد یک
جوان یک شاگرد چه گفت که ایرا بگی نزد برادرم حسین ببر. کمپیرک نزد امام حسین آوردن. امام حسین هم شناختش. اهلا و سهلا مادر جان، خوش آمدی، چی واقعه شد؟ بعد قصه کرد. امام حسین هم 1000 دینار و 1000 گوسفندش داد. بعد گفت یک شریک دیگر هم داشتیم، یک پیش خدمت همراهش کرد به نزد عبدالله ابن جعفر که خیلی شخصی ثروتمند بود، پسر عمک شد، به نزد او فرستاد که او را از ثواب قفا نماند. ببینید مردای صالح پیش هم خود ثواب میگرفتن، هم دیگران هم تحریک میکردن که از این ثواب قفا نمانند. آوردندش نزد عبدالله ابن جعفر. گفت مادر امام ها به تو چی دادن؟ گفت هر کدامش 1000 دینار و 1000 گوسفند. گفت سبحان الله، ای من شروع میکردی من احوالشون را بد میکردم. عبدالله ابن جعفر 2000 دینار و 2000 گوسفند به کمپیرک داد. صاحب 4000 دینار و 4000 گوسفند شد. این نعمتی هست که خدا در دنیا برای ما و شما میدهد. واقعا این مردایی که دوست میدارن خیر احسان کردن، اجر شدیدن، پاداش شدیدن، عوضش از پروردگار دیدن که اینقدر قلبش مایل است، قلبا گرم است به خیر و به احسان نمودن. و الا کی را دیلش میشود که 10 سوم از کیسش بکشه و به یک آدم بیگانه دهد؟ دست کی جنبد پی خیر و سخا تا نبیند جاده را جایش بدل. دست کی جنبد به ایثار عمل تا نبیند جاده را جایش بدل. این دست تو اگر بدل نبینه و فایده و منفعت نبینه هیچ وقت نمی جنبه. تا نبیند کودکی که سیب هست او پیاز گنده را ندهد زیده است. این هم یک طفله که در دستش پیاز باشد، پیاز کو از دستش بگی داد فیقان کرده که در زمین میزنه. اما اگر یک سیبکی سرخ باشد بیار بگو بچه جان من این سیبکی سرخ بگی او پیاز بته، او پیاز تیزه، پیاز می اندازه می پرتویه و سیب میگیرد. پس این خیر احسانی که ما و شما میکنیم با سیمت آن همون پیاز است در مقابل سیب نازنینی که در بدل خدای تعالی به ما و شما میدهد. امروز باور کنید در جمهوری شخصای فقیر، شخصای نادار، شخصای کم بضاعت هستند. همه یه چشم امید دارن، اونا را مثل ما و شما الحمدلله مسلمان هستند. در همین روز سعید امید دارن که خداوند متعال با واسطه مردای خیرخواه، مردای خیر کننده خیرات احسانات براشون هدیه میکند. زیرا امروزها روزهای عید است، روزهای خرسندی است. پس باید برادرای عزیز ما و شما از این خیرات، از این احسانات خدا قفا نمانیم. ایها الناس جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. طاعت فقط پیشانی را در زمین گذاشتن نیست. طاقت فقط این نیست که منت کرده بگرده که من نماز میخوانم. صدق پیش بیار، با صدق باش، با صداقت باش که اخلاص به پیشانی ثابت نمیشود. حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. از این نفس بد حذر کنید. همون چیزی که مانع مسلمانان میگردد، همون چیزی که مسلمانان را باز می‌دارد از خیر کردن و از بذل کردن، همین نفسی پلید است. ببری مال مسلمان و چمالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. یک نصیحت زی سری صدق بیایی مرحمت کن پیش بیایی جو هسته. یک نصیحت زی سری صدق جهان ارزد، مشنور در سخنم فایده جانی نیست. شیخ سعدی که معلم پند نصیحت است، ما شما را نصیحت میکند. یک نصیحت زی سری صدق جهان ارزد. هم یک پند نصیحتی فایده‌ناک از یک جهان بهتر است. مشنور در سخنم فایده جانی نیست. گرگدایی کنی از درگه او کن باره، که گدایانی درش را سری سلطانی نیست. چیزی می طلبی و چیزی می خواهی از خدا بخواه.
اما وقتی که خواستی در مال خدا، در ثروت خدا بخل نورز، بخیلی نکن. تا به حال هیچ کس مال و ثروت همراهش نبرده است به گور. یا رب از نیست به هست آمده صنع تیم، یا رب از نیست به هست آمده صنع تیم. آنچه هست از نظری صدق تو پنهانی نیست. گر برانی و گرم بنده مخلص خانی، روی نومیدیم از حضرت سلطانی نیست. پروردگارا به هزار امید و آرزو امروز این بندگان به خانه تو تشریف آوردند، به امید آن که طاعات و عباداتشون بپذیری، به امید آن که خیر و احسان و برکات خیش را در خاندانشون، در سرزمینشون، در محله هاشون نازل سازی، به امید آن که این قربانی که امروز میکنن همچه قربت تقرب مقبول درگاه خیش سازی و ایشان را فردا روز قیامت از زمره بندگان مقرب خیش گردانی. به امید آن که گناهان ایشان مورد مغفرت قرار یابد. عاجزانه دعا میکنیم پروردگارا. حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است: ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. بیشک خدای بزرگ شما بخشنده است، جواد است، سخاوتمند است. وقتی که بنده به امید، به آرزو دست به سوی او میبردارد، دست دعا و تضرع التجا، هرگز خدای بزرگ او دست خالی بر نمیگرداند. پروردگار دستامون خالی بر مگردان. خداوند طاعات و عباداتمون قبول و مقبول ساز. پروردگار رزق روزی بندگانت را فراخ و وسیع گردان. خداوند ثروتمندا را غیرت حمیت اسلامی ده تا در ادا نمودن زکات خیش، در کمک دستیاری به مستمندان و محتاجان بر همدیگر سبقت ورزن. پروردگار ملک سرزمین مون همیشه آبادان نگه دار. این صلح و صلاحی را که الحمدلله یک نعمت بزرگی توست در این مملکت مستقر گردان و همیشه نگه دار. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. ان شاء الله مهمانان و اومدیان به خاطر تبریکات و تمنیات. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستید؟ نزدیک خدمت هستید؟ خوب هستید؟ معرفیتون کنم. بله